به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان عزیز. درس دوم است از سلسله درس های فارسی برای نوآموزان. چگونه که در درس گذشته گذشته بودیم، این درس های ما برای نوآموزان، نورسان یا به شکل دیگر برای کسانی هست که زبان فارسی را تماما خوانده و نوشته نمیتوانند. برای آنها پیش بینی شده است. خب درس یکم شروع میکنیم. آغاز می‌نماییم از حرف الف. الف با زبان فارسی حرف الف. حرف الف گاه ا تلفظ می شود، گاه آ تلفظ می شود. در کلمه آب، آ ب، آب، 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 در اینجا آ تلفظ شده است. در اینجا اسب، اسب. طرز نوشت در زبان فارسی اسب است با ب، لیکن در زبان تاجیکی طرز نوشت، شکل نوشت اسب تلفظ می شود. اسب، اسب، پیختی. اینجا شکل خواندن یعنی کلمه ها با حرف های سیریلیکی و تاجیکی بیان شده است. گفتیم اسب، اسب، اسب. آتش، 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 آتش. انگور، 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 انگور. خب در درس های آینده طرز نوشت و کدام حرف در کلمه در اول چگونه نوشته می شود، در بین کلمه چگونه نوشته می شود، در اخیر کلمه چگونه نوشته می شود، خدا خواهد گفته میگذاریم. خب این بود درس دوم. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.